اگر روز 30 سپتامبر سال 1571 میلادی پای کوه مقدس هیئه ایستاده بودید، بوی دود و گوشت سوخته انسان که فضا رو پر کرده بود احساس می کردید. بالای کوه یکی از مقدس ترین معابد بودایی تاریخ داشت توی آتیش می سوخت. اما این یه آتیش سوزی معمولی نبود. دستور داده شده بود که هیچ موجود زنده‌ای نباید از اون کوه پایین بیاد. نه راهب‌ها، نه زن‌ها و نه حتی بچه‌ها. همه باید می‌مردن. و مردی که این دستور رو داده بود و سوختن هزاران نفر رو تماشا می‌کرد، کسی نبود جز اودا نوبوناگا. در تاریخ ژاپن، سامورای‌های زیادی شمشیر زدن. خیلی‌هاشون دنبال افتخار بودن، خیلی‌هاشون دنبال زمین. اما نوبوناگا فرق داشت. اون دنبال چیزی فراتر از قدرت بود. اون اومده بود تا ساختار 1000 ساله ژاپن رو در هم بشکنه و دوباره از نو بسازه، حتی اگه لازم بود برای این کار روی کوهی از جمجمه بایسته. خیلی ها بهش میگن پادشاه شیاطین، خیلی ها میگن اون یه دیوونه به تمام معنا بود که حتی به لباس پوشیدن خودش هم اهمیت نمیداد. اما عده‌ای دیگه معتقدن اون بزرگترین نابغه‌ای بود که شرق آسیا به خودش دیده. مردی که ارتش‌های سنتی سامورایی رو با تفنگ‌های فتیله‌ای آشنا کرد. مردی که قدرت مذهب رو به چالش کشید و جالبتر از همه، تنها کسی که تونست افسانه شکست ناپذیری نینجاها رو از بین ببره و اونها رو مثل حیوان سلاخی کنه. امروز توی این شاهوگرافی نمیخوایم فقط تاریخ تعریف کنیم، میخوایم وارد ذهن تاریک و پیچیده مردی بشیم که ژاپن مدرن روی خونهایی که اون ریخته ساخته شده. کسی که معتقد بود اگر فاخته آواز نخواند، آنقدر صبر نمی‌کنم تا بخواند، آن را میکشم. به داستان زندگی اودا نوبوناگا خوش اومدید. خب بذارید یکم عقب بریم. زمانی که هنوز لقب پادشاه شیاطین رو بهش نداده بودن. ما در دوره‌ای هستیم که ژاپنی‌ها بهش میگن سنگوکو جیدای یا دوره جنگ‌های داخلی. ژاپن اون زمان شبیه ژاپن منظم و یک پارچه امروزی نبود. کشور عملاً پاره پاره شده بود. هر گوشه‌ای از کشور یه ارباب جنگی یا دایمیو برای خودش حکمرانی می‌کرد و قانون جنگل حاکم بود. یا بکش یا کشته شو. توی این زمان کنترل کشور از دست شوگان خارج شده بود و عملاً قدرتی نداشت. توی یکی از این استانها به اسم اوواری پسری به دنیا میاد که قرار بود وارث خاندان قدرتمند اودا باشه. طبق سنت سامورایی ها یه وارث باید با وقار، مؤدب، شاعر و متخصص در مراسم چای می بود. اما اودا نوبوناگا اون یه کابوس تمام عیار برای پدرش و کل خاندان بود. مردم شهر وقتی نوبوناگا رو توی خیابون میدیدن پچ پچ میکردن و با انگشت نشونش میدادن. بهش لقب داده بودن اوواری نوتسوکه، یعنی احمق اوواری. چرا احمق؟ چون رفتار این آدم هیچ شباهتی به یه نجیب زاده نداشت. تصور کنید در حالی که بقیه سامورایی ها کیمونوهای ابریشمی و رسمی می پوشیدن، نوبوناگا با لباس های نیمه باز، آستین های بالا زده و شلوارک های عجیب و غریب از پوست ببر توی شهر می چرخید. موهاش رو به جای مدل های سنتی ژولیده رها می کرد. با اراذل و اوباش خیابونی می گشت، توی رودخونه شنا می کرد و بلند بلند وسط خیابون غذا می خورد. برای سامورایی های خشک و مقرراتی اون زمان دیدن وارث حکومت در حال گاز زدن میوه وسط بازار کمتر از کفر گفتن نبود. همه مطمئن بودن که این پسر یا دیوونه است یا عقب مونده و قطعاً خاندان اودا رو به باد میده. اما اوج این رسوایی روز مرگ پدرش اودا نوبوهیده اتفاق افتاد. مراسم ختمه دایمیو یکی از مقدس ترین و رسمی ترین مراسمات ژاپنه. همه بزرگان جمع شده بودند. فضا سنگین و پر از سکوت بود و همه منتظر بودند تا وارث جدید بیاد و با احترام کامل ادای دین کنه. اما نوبوناگا با همون لباسهای نامرتب و موهای ژولیده وارد معبد شد و سکوت رو شکست. اون به سمت محراب رفت، جایی که خاکستر مقدس اود قرار داشت. به جای اینکه دعا بخونه، مشتی از خاکستر رو برداشت و محکم کوبید به سمت لوح یادبود پدرش. همه خشکشون زده بود. این حرکت نهایت توهین به پدر بود. اون بدون اینکه کلمه حرف بزنه برگشت و از مراسم خارج شد. اون روز مشاورای پدرش دیگه مطمئن شدن کارشون تمومه. این پسر دیوونه است.
حتی یکی از وفادارترین مشاورای پدرش به اسم هیرات ماساهیده اونقدر از این رفتار شرمسار شد که برای اعتراض خودشو به روش سپوکو کشت تا شاید نوبوناگا به خودش بیاد. اما بیاید یه لحظه از زاویه دید یه احمق به ماجرا نگاه نکنیم. آیا نوبوناگا واقعاً دیوونه بود؟ تاریخ نویسان مدرن نظر دیگه‌ای دارن. اونا معتقدن نوبوناگا از همون جوانی داشت پیامی رو مخابره می‌کرد که اون زمان کسی درکش نمی‌کرد. پیامش این بود: من اهمیتی به سنت‌های پوسیده شما نمیدم. نوبوناگا فعلاً داشت نقاب به صورت میزد. نقاب یه احمق. چرا؟ چون وقتی دشمنات فکر کنن تو یه احمقی دست کم میگیرنت. گاردشونو باز میکنن و این دقیقاً همون چیزی بود که نوبوناگا میخواست. احمق اوواری داشت خودشو برای بازی بزرگی آماده میکرد که قانونش تعظیم کردن و شعر خوندن نبود. قانونش نتیجه گرایی محض بود و خیلی زود دنیا قرار بود بفهمه که این احمق خطرناکترین مرد ژاپنه. زمان میگذره تا به سال 1560 میلادی میرسیم. توی اون سال یه خبر مثل بمب توی قلعه اوواری منفجر شد. ایماگاوا یوشیموتو، یکی از قدرتمندترین دایمیوهای ژاپن، با لشکری عظیم به راه افتاده. هدفش چیه؟ فتح کیوتو و در دست گرفتن کل ژاپن. اما مشکل اینجاست که قلمروی کوچیک نوبوناگا یعنی اوواری درست سر راهش قرار داره. برای یوشیموتو نوبوناگا حریفی نیست که بخواد نگرانش باشه. بیشتر شبیه یه سرعتگیره که باید از روش رد بشه. بیایید اعداد رو مقایسه کنیم تا بفهمید چرا این حرفو میزنم. یوشیموتو حدود 25,000 سرباز تا دندون مسلح داشت، اما نوبوناگا اون به زور میتونست 2 تا 3,000 نفر رو جمع کنه. این یعنی نسبت 1:10. توی جنگ‌های کلاسیک این نسبت یعنی شکست قطعی. مشاورای نوبوناگا، همونایی که فکر میکردن اون یه احمقه، وحشت کرده بودن. اونا پیشنهاد دادن توی قلعه بمونن و محاصره رو تحمل کنن، اما این یعنی مرگ تدریجی، چون نیروی پشتیبانی نداشتن که بیاد و نجاتشون بده. اما نوبوناگا نقشه‌ای داشت که ترکیبی از فریب اطلاعاتی و حمله جراحی بود. بیایید ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاد که غیر ممکن شد. قدم اول بلوف بزرگ بود. نوبوناگا میدونست اگه مستقیم به سینه سپاه یوشیموتو بزنه له میشه. پس اول باید حواس اونا رو پرت میکرد. اون دستور داد تعداد زیادی پرچم و بیرق‌های جنگی خاندان اودا رو روی دیوارهای معبد زنشوجی که در دید مستقیم دشمن بود نصب کنن. تعدادی سرباز اونجا موندن تا سر و صدا و توجه دشمن رو جلب کنن. جاسوس‌های یوشیموتو گزارش دادن: قربان، ارتش اصلی نوبوناگا توی معبد سنگر گرفته. این دقیقاً همون چیزی بود که نوبوناگا میخواست. یوشیموتو خیالش راحت شد که دشمن روبروشه و بی حرکت ایستاده. پس لشکرشو به سمت معبد چید. قدم دوم دور زدن مخفیانه بود. زمانی که توجه نیروهای یوشیموتو به اون معبد بود، نوبوناگا با 2,000 نفر از نیروهای زبده‌اش از در پشتی قلعه خارج شد و وارد مسیرهای جنگلی و کوهستانی شد. مسیرهای صعب العبور که هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد ارتش از اونجا رد بشه. هدف نوبوناگا ارتش یوشیموتو نبود. هدفش خود شخص یوشیموتو بود. یوشیموتو ارتشش رو در یه دره تنگ به اسم اوکاهازاما مستقر کرده بود تا استراحت کنن. این بدترین جای ممکن برای یه ارتش بزرگه، چون قدرت مانور رو ازشون میگیره. قدم سوم نیروی کمکی طبیعت بود. همزمان که نوبوناگا داشت یواشکی از پشت تپه ها به سمت کمپ فرماندهی یوشیموتو میرفت، یه طوفان تابستانی وحشتناک شروع شد. این طوفان فقط یه پدیده جوی نبود، یه پوشش تاکتیکی بود. صدای رعد و برق و بارون، صدای پای اسب‌ها و زره‌های سربازان نوبوناگا رو کاملاً خفه کرد. بارون شدید باعث شد دید نگهبان‌های یوشیموتو کور بشه و سربازها برای فرار از خیس شدن برن زیر درخت‌ها یا چادرها پناه بگیرن. این کار نظم ارتش یوشیموتو رو کاملاً به هم ریخت. قدم چهارم ضربه به رهبر بود. وقتی طوفان بند اومد، سربازای نوبوناگا درست بالای سر کمپ فرماندهی بودن. یوشیموتو توی چادرش نشسته بود، شراب میخورد و از غنایم جنگی که قرار بود گیرش بیاد حرف میزد. اون وقتی سر و صدا رو شنید، با خنده به اطرافیانش گفت: ببینید، سربازامون دارن با هم دعوا میکنن. حتما مست کردن.
اون حتی فکرش رو هم نمی کرد که دشمن الان پشت در چادرش باشه. ناگهان جهنم به پا شد. سربازای نوبوناگا به جای درگیر شدن با کل 25,000 نفر مثل یه پیکان تیز مستقیم به قلب کمپ یعنی چادر فرمانده حمله کردند. استراتژی نوبوناگا ساده بود. سر ما رو قطع کن، بدن خود به خود میمیره. درگیری کوتاهی رخ داد. یوشیموتو سعی کرد شمشیر بکشه اما غافلگیری کامل بود. یکی از سامورای‌های نوبوناگا نیزه‌شو فرو کرد و دیگری سرشو جدا کرد. به محض اینکه سر یوشیموتو روی نیزه رفت، اون ارتش 25,000 نفری که تا چند دقیقه پیش شکست ناپذیر به نظر می رسید، از هم پاشید. سربازها وقتی فهمیدن اربابشون مرده، دیگه دلیلی برای جنگیدن نداشتن و فرار کردن. وقتی خبر این پیروزی پخش شد، ژاپن در شوک فرو رفت. اون پسری که بهش میگفتن احمق، لشکری 10 برابر خودش رو شکست داده بود. دیگه کسی نمیخندید و مسخرش نمیکرد. توی نبرد اوکاهازاما احمق اوواری برای همیشه دفن شد و مردی جدید از خاکستر اون نبرد متولد شد. مردی که حالا با اعتماد به نفسی ترسناک به افقی دورتر خیره شده بود. نه فقط حفظ کردن اوواری، بلکه فتح کل ژاپن. بعد از اون پیروزی بزرگ، نوبوناگا وقت رو برای جشن گرفتن تلف نکرد. اون میدونست که با یه پیروزی نمیشه کشور رو اداره کرد. برای فتح ژاپن اون به 2 چیز نیاز داشت: یه ایدئولوژی جدید و یه تکنولوژی برتر. توی سال 1567 اون قلعه کوهستانی اینابایاما رو تصرف کرد. اولین کاری که کرد چی بود؟ تغییر نام شهر و قلعه به گیفو. این فقط یه تغییر اسم ساده نبود، یه بیانیه سیاسی بود. گیفو اشاره به کوهی در چین باستان داشت که از اونجا پادشاه ون چین رو یک پارچه کرده بود. نوبوناگا با این کار به همه اعلام کرد: من دیگه فقط یه ارباب جنگی نیستم. من کسی هستم که قرار کل کشور رو فتح کنم و نظم نوین رو بسازم. درست همینجا بود که مهر معروفش رو ساخت. تنکافوبو که معنی تحت لفظیش میشه یک پارچه کردن کل قلمرو زیر سایه نیروی نظامی. دقت کنید، نگفت زیر سایه امپراتور یا صلح یا مذهب، گفت نیروی نظامی. این یعنی پایان عصر دیپلماسی های پیچیده و شروع عصر دیکتاتوری مطلق. اما برای اجرای این دیکتاتوری شمشیر کاتانا کافی نبود. در اون زمان پرتغالی ها تازه پاشون به ژاپن باز شده بود و یه سوغات عجیب آورده بودن. تفنگ های فتیله‌ای. سامورایی های سنتی از این سلاح متنفر بودن. اونا تفنگ رو سلاحی بزدلانه و بیروح میدونستن. منطقشون این بود: شمشیر روح ساموراییه، تفنگ مال بی‌شرفاست. اما نوبوناگا یه دیدگاه کاملا متفاوت داشت. شرافت توی میدون جنگ برام مهم نیست، نتیجه مهمه. اون دید که تربیت یه شمشیرزن یا کماندار ماهر چندین سال زمان لازم داره، اما یاد دادن شلیک به یک کشاورز فقط چند هفته وقت میبره. پس نوبوناگا تبدیل شد به اولین کسی که جنگ رو توی ژاپن صنعتی کرد. اون کارگاه‌های اسلحه سازی راه انداخت و انبار باروت رو پر کرد. اوج نبوغ نظامی و مدیریتی نوبوناگا رو میشه در سال 1575 و در نبرد معروف ناگاشینو دید. دشمن کی بود؟ خاندان تاکدا. این خاندان چیزی رو داشت که توی کل ژاپن معروف بود: سوار نظام افسانه‌ای، اسب‌های سری و سامورای‌های زره‌پوش که مثل تانک از روی پیاده نظام رد می‌شدن. هیچ کس نمیتونست جلوی شارژ سوار نظام خاندان تاکدا بایسته. تاکدا کاتسیوری فرمانده دشمن با غرور تمام به ارتش تفنگدار نوبوناگا نگاه میکرد و میگفت: تا اینا بخوان باروت بریزن و تفنگشون رو پر کنن، ما رسیدیم و گردن تک تکشون رو زدیم. حقم با اون بود. پر کردن تفنگ‌های اون زمان حدود 40 ثانیه طول میکشید و 40 ثانیه برای سوار نظام حرفه‌ای یعنی طی کردن چند صد متر. اما نوبوناگا مهندسی جنگ رو عوض کرده بود. تاکتیک نوبوناگا توی این جنگ شاهکار مدیریت زمان بود. شلیک چرخشی. نوبوناگا 3000 تفنگدار رو پشت حصارهای چوبی برای جلوگیری از نفوذ اسب‌ها مستقر کرد. تاکتیک ساده ولی انقلابی بود. تفنگدارها به 3 ردیف تقسیم شدن. ردیف اول شلیک میکنه و میره عقب. ردیف دوم که تفنگش آماده است میاد جلو شلیک میکنه و میره عقب. ردیف سوم میاد جلو شلیک میکنه و تا اون موقع ردیف اول دوباره تفنگش رو پر کرده.
وقتی سوار نظام قدرتمند تاکدا حمله کرد، انتظار اون وقفه 40 ثانیه‌ای رو داشت، اما شلیک‌ها قطع نشد. یه رگبار ممتد و بیرحمانه از گلوله‌های سربی داغ جلوی اسب‌ها شکل گرفت. بهترین سامورای‌های ژاپن، کسایی که تمام عمرشون تمرین شمشیرزنی کرده بودن، حتی نتونستن به 10 متری ارتش نوبوناگا برسن. اونا نه در یک نبرد تن به تن، بلکه در یک جنگ سیستماتیک قتل عام شدن. نبرد ناگاشینو ثابت کرد عصر شجاعت فردی تموم شده. دیگه مهم نبود چقدر زور بازو داری یا چقدر شمشیر تیزه. تنکافوبو یعنی همین، پیروزی سیستم بر مهارت فردی. نوبوناگا با پیروزی در این جنگ سند مرگ سامورای‌های سنتی رو امضا و راه رو برای فتح کامل ژاپن باز کرد. نوبوناگا حالا تفنگ داشت، استراتژی داشت و قلعه‌های زیادی رو فتح کرده بود. اما یه مانع بزرگ وجود داشت که نه با تفنگ حل می‌شد و نه با مذاکره. مانعی که قرنها بود هیچ ارباب جنگی نتونسته بود ازش رد بشه. مذهب بودایی و راهبان جنگجو. در اون زمان معابد بودایی فقط محل عبادت نبود، اونا قدرت‌های سیاسی زیادی داشتن، به خصوص معبد افسانه‌ای انریاکوجی در کوه مقدس هیئی که درست بالای پایتخت قرار داشت. این معبد هزاران سوهی یا راهب جنگجو داشت. اینا راهب‌هایی بودن که زیر لباس مقدسشون زره می‌پوشیدن، صورتشون رو می‌پوشوندن و با نیزه‌های بلندشون هر کسی رو که با منافع معبد مخالفت می‌کرد نابود می‌کردن. اونقدر قدرت داشتن که حتی امپراتور ژاپن هم ازشون میترسید. اگه اربابی باهاشون مخالفت میکرد، حکم تکفیرش رو صادر میکردن و مردم رو علیهش میشوروندن. عملاً یه مافیای مذهبی بودن که از مردم باج میگرفتن و توی سیاست دخالت میکردن. یه چیزی مثل اسپاروها توی سریال گیم آف ترونز. برای نوبوناگا که میخواست کل ژاپن رو زیر یه پرچم بیاره، وجود یه قدرت مستقل که به هیچ کس جواب پس نمیده غیر قابل تحمل بود. مشکل از جایی شروع شد که این راهب‌ها به دشمنان خونی نوبوناگا یعنی خاندان‌های آزای و آساکورا پناه دادن. نوبوناگا اول هشدار داد، پیامی فرستاد که مضمونش این بود: بی‌طرف بمونید و من زمین‌های شما رو بهتون برمیگردونم. طرف دشمن رو بگیرید و من تمام کوهستان رو به خاکستر تبدیل میکنم. اما راهب‌های کوه هیئی مغرور از قدرت چند صد سالشون نامه‌های نوبوناگا رو نادیده گرفتن. اونا فکر میکردن نوبوناگا هر چقدر دیوونه باشه جرأت نداره کوه مقدس رو آتیش بزنه، چون میترسید خشم خدایان دامنگیرش بشه. اما اونا یه چیز رو در مورد نوبوناگا نمیدونستن. برای نوبوناگا هیچ چیز مقدس‌تر از قدرت مطلق نبود. سپتامبر 1571 ارتش نوبوناگا دور تا دور کوه هیئی رو محاصره کرد. مشاورا و ژنرال‌های نوبوناگا وحشت کرده بودند. اونا میگفتن سرورم، این معبد 1000 سال قدمت داره. گنجینه‌های ملی اونجاست. نفرین بودا ما رو نابود میکنه. اما جواب نوبوناگا سرد و محکم بود. اگر اونا سلاح دست میگیرن و از دشمنان من حمایت میکنن، پس راهب نیستن، سربازن و سرنوشت سرباز دشمن مرگه. همه چیز رو بسوزونید، همه رو بکشید. محاصره شروع شد. سربازها از پایین کوه شروع کردن به آتیش زدن درختها و پشت آتیش به سمت قله کوه حرکت کردند. آتیش کم کم بالا رفت و به معبد رسید. راهب‌های جنگجو سعی کردند دفاع کنند، اما در برابر تفنگ‌ها و تعداد زیاد ارتش نوبوناگا شانسی نداشتند. چیزی که بعد از اون اتفاق افتاد یه نبرد نبود، یه پاکسازی بود. تاریخ نویسانی مثل اوتاگیو ایچی میگن که صدای فریاد سوختن هزاران نفر تا کیلومترها شنیده میشد. سربازان نوبوناگا هر کسی رو که از آتیش فرار میکرد، چه راهب پیر، چه زن، چه کودک خردسال، با شمشیر میکشتن. حدود 3000 تا 4000 نفر توی اون روز کشته شدن و معبدی که قرنها نماد تقدس در ژاپن بود به خاکستر تبدیل شد. از اینجا بود که ژاپن فهمید با چه آدمی طرفه. لقب پادشاه شیاطین دقیقاً از همینجا پررنگ شد. خود نوبوناگا هم بدش نمی اومد از این لقب استفاده کنه. اون در نامه‌هایی که به دشمنانش مثل تاکدا شینگن می‌نوشت، پای نامه رو با افتخار امضا می‌کرد از طرف پادشاه شیاطین. چرا؟ چون ترس ابزار کنترل بود. نوبوناگا با سوزوندن مقدس‌ترین معبد ژاپن پیامی رو به کل کشور مخابره کرد.
هیچ سنت، هیچ مذهب و هیچ کدوم از خدایان نمیتونه جلوی من بایسته. این اقدام وحشیانه کمر قدرت سیاسی راهبان رو شکست. بعد از اتفاق معبد انریاکوجی دیگه هیچ معبدی جرأت نکرد مستقیما جلوی نوبوناگا قد علم کنه. حالا که اون راهو برای سکولار شدن حکومت در آینده باز کرده بود، نوبت به آخرین و مرموزترین دشمناش رسید. کسایی که نه توی معبد بودن و نه توی قلعه، بلکه در سایه ها زندگی می‌کردن. نینجاها. میرسیم به جایی که نوبوناگا تصمیم گرفت یکی از پیچیده ترین معضلات امنیتی تاریخ ژاپن رو حل کنه. منطقه ایگا که محل زندگی اکثر نینجاها بود. ببینید، ایگا یه منطقه معمولی نبود. اونا یه سیستم اجتماعی عجیب داشتن که عملاً یه جمهوری خودگردان بود. نه اربابی داشتن و نه به کسی مالیات میدادن. ما قبلا توی ویدئوی تاریخ نینجاها مفصل ساختار و ریشه های این قاتلان رو بررسی کردیم. پیشنهاد میکنم حتما سر فرصت ببینیدش تا بفهمید با چه تشکیلات عجیبی طرف هستیم. اما اینجا فقط همینو بدونید که ایگا یه بازار بزرگ مزدوران قاتل بود. نوبوناگا داشت یه دولت مرکزی قوی می ساخت. وجود یه منطقه در نزدیکی پایتخت که به هیچ قانونی پایبند نیست و هر کسی میتونه با پول نیروهای نظامی و جاسوسی ازش اجاره کنه، یه تهدید امنیتی بالقوه بود. ایگا عملاً یه منطقه خاکستری بود که نوبوناگا نمیتونست کنترلش کنه. جنگ با ایگا جنگ دو فلسفه کاملاً متضاد بود. نظم آهنین نوبوناگا در برابر آشوب آزاد نینجاها. همه چیز از یه آبروریزی شروع شد. پسر نوبوناگا یعنی نوبوکاتسو 2 سال قبل سعی کرده بود ایگا رو بگیره. اما نینجاها با تله‌های انفجاری و جنگ‌های شبانه ارتش کلاسیک اون رو جوری تار و مار کردن که مجبور شد فرار کنه. این شکست برای نوبوناگا فقط یه باخت نظامی نبود، یه لکه ننگ بود. پس وقتی در سال 1581 خودش فرماندهی رو به دست گرفت، هدفش تسخیر نبود، هدفش حذف کامل نینجاها بود. نوبوناگا میدونست که نمیتونه نینجاها رو توی زمین خودشون شکست بده. نینجا یعنی استتار، یعنی استفاده از جنگل و تاریکی. پس نوبوناگا یه استراتژی مدرن رو پیاده کرد. اگر ماهی رو نمیتونی بگیری، آب برکه رو خشک کن. نوبوناگا ارتش 50,000 نفریش رو به 6 گروه تقسیم کرد و دستور داد دقیقاً در یک ساعت مشخص از 6 گذرگاه جغرافیایی مختلف وارد منطقه بشن. این تاکتیک عملاً امکان مانور رو از نینجاها گرفت. توی جنگ‌های چیریکی مدافع باید بتونه جابجا بشه و ضربه بزنه، اما وقتی دشمن از تمام جهات میاد، فضای مانور خیلی کم میشه. دستورالعمل نوبوناگا برای خنثی کردن برتری نینجاها چی بود؟ زمین سوخته. سربازها دستور داشتن به جای گشتن دنبال دشمن فقط محیط رو نابود کنن. جنگل‌ها رو آتش زدن و روستاها رو با خاک یکسان کردن. وقتی جنگل بسوزه، نینجا دیگه جایی نداره توش پنهون بشه. استتار که اصلی ترین سلاح نینجا بود، با آتش از بین رفت. نینجاها که دیدن محیط رو از دست دادن، مجبور شدن عقب نشینی کنن و توی قلعه های کوهستانی جمع بشن. اما اونا با شمشیر و شوریکن هاشون در برابر حجم آتش تفنگ های فتیله‌ای و تعداد بالای سربازهای نوبوناگا شانسی نداشتن. برای همین مقاومتشون شکسته شد و قتل عام شدن. ساختار اقتصادی و اجتماعی ایگا از بین رفت. معابد و پایگاه‌های اصلیشون تخریب شد تا دیگه نتونن سازماندهی کنن. این حمله پایان ایگا به عنوان یک قدرت مستقل بود. بازماندگان نینجاها فهمیدند که دوران خودمختاری تموم شده. اونا یا کشته شدن یا فرار کردن و به عنوان مستخدم جذب ارتش‌های دیگه شدن. نوبوناگا با منطق خشن نظامی پرونده یکی از پیچیده ترین مشکلات امنیتی ژاپن رو بست و نشون داد که در سیستم جدید هیچ گروهی نمیتونه خارج از دایره حکومت فعالیت کنه. حالا با حذف این آخرین مانع، نوبوناگا عملاً کنترل ژاپن رو در دست داشت. اما دقیقاً در همین لحظه اوج قدرت، غفلت از نزدیکترین حلقه اطرافیان کار دستش داد. سال 1582 اودا نوبوناگا فقط یک قدم تا رویای نهاییش یعنی اتحاد کامل ژاپن فاصله داشت. اون قدرتمندترین مرد کشور بود و شاید همین قدرت مطلق کورش کرده بود. نوبوناگا تصور میکرد توی پایتخت امنیت کامل داره.
به همین دلیل فقط با حدود 30 تا 70 محافظ و تعدادی خدمتکار در معبد هونوجی مستقر شد. ارتش اصلیش در جبهه غرب در حال جنگ با خاندان موری بود که یکی از آخرین موانع نوبوناگا برای اتحاد ژاپن بود. یه ارتش کمکی هم به رهبری آکیچی میتسوهیده قرار بود به ارتش اصلی بپیونده. برخلاف نوبوناگا که شیفته در هم شکستن سنت ها بود، میتسوهیده مردی ادیب، محافظه‌کار و پایبند به سنت کهن بود. مردی که سالها تحقیرهای اربابش نوبوناگا رو در سکوت تحمل کرده بود. اون وقتی فهمید نوبوناگا در معبد آسیب پذیره، مسیر ارتشش رو 180 درجه چرخون و با گفتن جمله تاریخی دشمن در معبد هونوجی هست به سمت نوبوناگا حرکت کرد. انگیزه اصلی میتسوهیده از خیانت هنوز مورد بحثه. بعضیا میگن ترس از حذف شدن داشته چون نوبوناگا خیلی راحت ژنرال‌هاشو از قدرت برکنار میکرده. بعضیا هم میگن اون قصد داشته آداب و رسوم و سنت‌های ژاپن رو از دست پادشاه شیاطین نجات بده. دلیل هرچی که بود، سحرگاه 21 جون ارتش 13,000 نفری میتسوهیده به معبد هونوجی میرسه. نوبوناگا با صدای همهمه از خواب بیدار میشه و وقتی پرچم‌های آبی رنگ خاندان آکیچی رو میبینه متوجه خیانت میشه. گفته میشه اون هیچ ترس و وحشتی نداشته و با همون واقع گرایی سرد شرایط رو سنجید و گفت چاره ای نیست. اون کمانش رو برداشت نه به امید زنده موندن بلکه برای خریدن زمان. زمان برای چی؟ برای اجرای آخرین حرکت استراتژیکش. در ژاپن اون زمان کودتا فقط وقتی رسمی میشد که سر بریده ارباب رو روی نیزه نشون بدن. بدون سر شک و تردید باقی میموند. نوبوناگا به دستیارش موری رانما رو دستور داد معبد رو با آتیش بکشه و بعد خودش رو در داخلی ترین اتاق معبد حبس کرد. نوبوناگا توی همون اتاق در بین زبانه‌های آتیش خودکشی آیینی یا سپوکو کرد. وقتی میتسوهیده وارد حیات معبد شد همه چیز سوخته بود. سربازهاش هر چقدر گشتن نتونستن چیزی پیدا کنن. جسد نوبوناگا پودر شده بود. آکیچی پیروز میدون جنگ بود اما بازنده سیاسی شد چون نتونست مرگ نوبوناگا رو ثابت کنه. برای همین بقیه فرماندهان به خصوص هیدیوشی به سرعت علیه اون متحد شدن. آکیچی میتسوهیده فقط 13 روز حکومت کرد و بعد توسط همین فرمانده‌ها در نبرد یامازاکی کشته شد. نوبوناگا حتی با مرگش اجازه نداد دشمنش پیروز بشه. با مرگ نوبوناگا هرج و مرج به ژاپن برنگشت. چرا؟ چون اون سیستم رو ساخته بود. دو جانشینش یعنی هیدیوشی و توکوگاوا مسیرش رو ادامه دادن و ژاپن رو متحد کردن. برای درک نقش تاریخی نوبوناگا فقط کافیه به این شعر معروف ژاپنی نگاه کنیم که تفاوت این سه نفر رو در برخورد با یه پرنده فاخته توصیف میکنه. نوبوناگا: اگر فاخته آواز نخواند آن را میکشم. هیدیوشی: اگر فاخته آواز نخواند مجبورش میکنم بخواند. توکوگاوا: اگر فاخته آواز نخواند صبر میکنم تا بخواند. توکوگاوا صبر کرد و صلح رو آورد اما اون این کار رو روی زمینی انجام داد که نوبوناگا صاف کرده بود. نوبوناگا نقش تخریبچی تاریخ رو داشت. اون بود که ساختارهای پوسیده قرون وسطایی، قدرت مخرب راهبان و هرج و مرج نینجاها رو با خشونت تمام نابود کرد. بدون این تخریب ساختن ژاپن مدرن ممکن نبود. اون مردی بود که نصف ژاپن رو سوزون تا نصف دیگش بتونه از خاکستر اون دوباره متولد بشه. به نظر شما تاریخ باید چطور از اون یاد کنه؟ یه قصاب دیوانه یا یه جراح ضروری؟ نظرتون رو برامون بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدئوی بعدی و یه تحلیل دیگه، خدا نگهدار.